صحبت‌ها و پرستش‌هایی که امروز انجام شد رو با یک آیه از کلام خدا شروع کنیم و بدونید که حقیقتاً خدا چگونه عمل میکنه. توی اشعیا باب 55 آیه 8 رو میخونم. خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست و نه روش‌های من مثل روش‌های شما. همانقدر که آسمان‌ها از زمین بلندتر است، همانقدر افکار من از شما بلندتر است. آمین. و این فکر میکنم یه مقدار ربط داشته باشه به اون صحبتی که برادرم گفتش که دل و فکر رو بذار کنار، خداوند عمل خواهد کرد. من میخوام دوم پادشاهان رو با هم بخونیم، فصل 5 دوم پادشاهان رو میخونیم، بعد میایم این رو جز جز برای هم دیگه یه مقدار باز میکنیم. خواهش میکنم بریم توی این یک فصل و خودمون رو نگاه کنیم ببینیم کجای این فصل قرار داریم. دوم پادشاهان فصل 5. پادشاه سوریه برای نعمان فرمانده ارتش خود ارزش و احترام قائل بود، زیرا توسط او خداوند به سوریه پیروزی بخشیده بود. با وجودی که او رزمنده‌ای مقتدر بود ولی از بیماری جذام رنج می‌برد. در این هنگام سپاه سوریه در یکی از حملات خود دختر جوانی را از سرزمین اسرائیل اسیر کرده برد و او همسر نعمان را خدمت می‌کرد. او به بانوی خود گفت اگر سرورم نزد نبی که در سامره است می بود، او می توانست وی را از جذامش شفا دهد. پس نعمان آنچه را که از دختر اسرائیلی شنیده بود به پادشاه سوریه گفت. پادشاه گفت برو و من نامه‌ای همراه تو به پادشاه اسرائیل خواهم فرستاد. او رفت و با خود 30,000 تکه نقره، 6,000 تکه طلا و 10 دست لباس برد. او نامه را نزد پادشاه اسرائیل آورد. متن نامه چنین بود: به وسیله این نامه من خدمتگزار خود نعمان را به تو معرفی میکنم تا تو او را از مرض جذام شفا دهی. هنگامی که پادشاه اسرائیل نامه را خواند، جامه خود را پاره کرد و گفت مگر من خدا هستم که مرگ یا زندگی ببخشم که این مرد برای من پیام میفرستد که نعمان را از جذام شفا دهم. ببینید چگونه بهانه جویی میکند. اما هنگامی که الیشع مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل جامه خود را پاره کرده است، پیامی برای پادشاه فرستاد: چرا جامه خود را پاره کرده ای؟ بگذار نزد من بیاید تا بداند در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسب و عرابه‌اش رفت و در جلوی خانه الیشع ایستاد. الیشع خادم خود را فرستاد و به او گفت برو خود را 7 بار در رود اردن بشوی تا از مرض خود شفا بیابی. اما نعمان با خشم آنجا را ترک کرد و گفت من فکر کردم او حداقل نزد من بیرون خواهد آمد و خواهد ایستاد و نام خداوند خدای خود را خواهد خواند و دستش را روی زخم من تکان خواهد داد و جذام من شفا پیدا خواهد کرد. آیا رودهای ابانه و فرفر دمشق از همه رودهای اسرائیل بهتر نیستند؟ آیا نمی توانستم در آنها شستشو کنم و پاک گردم؟ او بازگشت و با خشم رفت. اما خدمتگزارانش نزد او آمده و گفتند اگر نبی از شما میخواست کار دشواری را انجام دهید، آیا به جا نمی آوردید؟ حالا چرا همانطور که او گفته خود را نمیشویید تا شفا پیدا کنید؟ پس نعمان به رود اردن رفت و 7 بار در آن فرو رفت و طبق کلام مرد خدا شفا یافت و بدنش مانند یک کودک سالم و پاک گردید. آنگاه او با همه همراهانش نزد مرد خدا بازگشت و در حضور وی ایستاد و گفت اکنون میدانم که در تمام جهان خدایی به جز خدای اسرائیل نیست. خواهشمندم این هدایا را از خدمتگزار خود بپذیرید. اما الیشع گفت به خداوند زنده‌ای که او را خدمت میکنم سوگند که هدیه تو را قبول نخواهم کرد.
نعمان اصرار کرد که او آنها را بپذیرد، اما او نپذیرفت. پس نعمان گفت حالا که هدایای مرا نمیپذیری، اجازه بده که 2 بار قاطر از خاک اینجا به کشورم ببرم، زیرا پس از این قربانی و هدایای سوختنی به هیچ خدایی بجز خدای اسرائیل تقدیم نخواهم کرد. امیدوارم که خدا هنگامی که همراه پادشاه به پرستش رمون خدای سوریه میروم مرا ببخشد، زیرا پادشاه به بازوی من تکیه می کند و هنگامی که آنها سجده می کنند خداوند مرا به این خاطر ببخشد. الیشا گفت به سلامت برو. هنگامی که نعمان فاصله کمی دور شده بود، جیحزی خدمتکار الیشا با خود اندیشید سرورم بدون اینکه هدایا را بپذیرد اجازه داد نعمان برود. به خدای زنده سوگند که دنبال او خواهم دوید و چیزی از او خواهم گرفت. پس جیحزی به دنبال نعمان رفت. هنگامی که نعمان دید کسی به دنبال او می‌دود، از عرابه خود پایین پرید و به استقبالش آمد و گفت آیا اتفاق بدی افتاده است؟ جیحزی پاسخ داد نه، اما سرورم مرا فرستاد تا به شما بگویم که 2 نفر از گروه انبیای منطقه کوهستانی افرایم رسیدند و او میخواهد که شما به آنها 3000 تکه نقره و 2 دست لباس بدهید. نعمان گفت خواهش میکنم 6000 تکه نقره بگیر، و اصرار کرد و آنها را در 2 کیسه گذاشته و با 2 دست لباس و به 2 نفر از خدمتکارانش داد و آنها را جلوتر از جیحزی روانه کرد. هنگامی که آنها به تپه‌ای که الیشا در آن زندگی میکرد رسیدند، جیحزی 2 کیسه نقره به داخل خانه برد 2 کیسه نقره را به داخل خانه برد و سپس خدمتکاران نعمان را بازگردانید. او به درون خانه رفت و الیشا از وی پرسید کجا بودی؟ او پاسخ داد سرورم هیچ کجا. اما الیشا گفت آیا هنگامی که آن مرد از عرابه‌اش به استقبال تو آمد روح من آنجا نبود؟ اکنون زمانی نیست که پول و لباس و باغ‌های زیتون و تاکستان‌ها و گوسفند و گله و خدمتگزار بپذیریم. پس اکنون بیماری نعمان بر تو خواهد آمد و تو و فرزندانت برای همیشه به آن دچار خواهید بود. هنگامی که جیحزی رفت به بیماری دچار گشته، پوستش مانند برف سفید بود. خداوندا به نام عیسی مسیح امروز میخواییم با این آیات با ما صحبت کنی ای خدا، توی تک تک افرادی که ای خداوند بزرگ توی این آیات نامشون برده شد، ای خدا ما خودمون رو قرار بدیم. ای خدا اگر جایی اشتباهی میکنیم اشتباهمون رو بپذیریم ای خدا و درست عمل کنیم. ای خدا اگر جایی درست عمل میکنیم غره نشیم ای خداوند بزرگ و بدانیم که شیطان در کمینه و در هر لحظه میتونیم اشتباه کنیم ای خداوند بزرگ و هر لحظه به تو بچسبیم ای خداوند بزرگ و همیشه از تو یاری بطلبیم ای خدا و حکمت تو رو دریافت کنیم ای خدا و برای هر روزمون نسخه اون روز رو، داروی اون روز رو، پیغام اون روز رو ای خدا دریافت کنیم و به پیش بریم. به نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم. آمین آمین آمین. عزیزان توی این صحبت‌هایی که انجام شد، سوریه و اسرائیل هر از گاهی با هم دیگه در ستیز بودن. یه موقع اینا پیروز می‌شدن، یه موقع اونا پیروز می‌شدن، ولی در اون عصر سوریه یا پیروز شده بودن و اونها غالب بودن. و نعمان که سردار لشکر سپاه سوریه بود جزام گرفته بود و اگر توی لاویان باب 3 بخونیم میبینیم که کسانی که جزام میگرفتن مثل سرطان بدخیم امروزه حساب میشد و اینها رو دور میکردن که مردم مصری بود این بیماری رو نگیرن. از شهر اینا رو دور میکردن تا یا بمیرن یا شفای کامل بگیرن و داخل شهر بخوام بشن. بیرون شهر وقتی میفرستادن لباسهایی مخصوص به کسانی که جزام بود تنشون میکردن که از فاصله دورم حتی اینا شناخته بشن کسی سمتشون نره. حسابشو بکن چه
موقعیت وخیمی رو نعمان که حالا یک افسر بسیار تاثیرگذار توی سپاه سوریه بود براش ایجاد شده بود و اینها وقتی رفته بودن یک اسیر رو گرفته بودن، یک دختر رو اسیر کرده بودن، آورده بودن، دختر کنیز اون همسر نعمان شده بود. حالا خودمون رو میخوام جای اون دختر بذاریم. میتونست اون تو اونجا بگه که منو که اسیر کردن، اینا که زور داره به من میگن بذار بمیرن، جهنم که هرچی میخوام بشن. ولی خداوند میگه خود ما قلب خدا رو باید داشته باشیم. میگه ای بانو به سرورم بگید بره سرزمین من و اونجا اگر بره شفا پیدا خواهد کرد. این یه قلب خداست. خدا جلالش نمایان میشه ما دشمنان خود رو اگر بخوایم محبت کنیم و اگر نه بگیم خیلی دلیل خوبی داشت، میخواست بگه اومدن سرزمین من از پدر و مادر و سرزمینم دور کردن، آوردن نوکرشونم کردم، حالا من بگم ای بانو سرورم، این کجای همچین چیزی وجود داره؟ بعد به اونا حقوقی هم نمیدادن به کسایی که اسیر بودن. خدا میگه آیا من و تو امروز اون دختره هستیم یا نه؟ تا نام خدا از زندگی ما، شرایط‌های ما، موقعیت‌هایی که ما هستیم جلال پیدا کنه و ما عامل این باشیم که نام خدا جلال پیدا کنه. امروز خودمون رو واقعا جای این دختره بذاریم و هر کسی که در کنارمون بود، اگر کسی منو محبت کنه من محبتش کنم، کلام خدا میگه این تجارته، این محبت نیست. کسی که دشمن من باشه من محبتش کنم، این اسمش محبت، جلال خدا نمایان میشه. پس امروز خودمون رو جای اون دختر اسیر بذاریم. اگر کسی زیرابمون رو میزنه، تهمت میزنه، بعد اینمون رو میگه مشکل ایجاد میکنه، خیلی راحته بگیم تو اونور من اینور، دیگه با تو کاری ندارم. بابا اینجاست نشون میده من میخوام محبتش کنم، من میخوام نام خداوند جلال پیدا کنه. آمین. این یه مورد. حالا سپاه سوریه، ارتش سوریه، سرلشکر سوریه و خود پادشاه سوریه میتونست بگه ما که رفتیم بر اسرائیل پیروز شدیم، حالا ما بریم تازه ازشون تقاضا بکنیم که به حرف یه دختر اسیر من سرلشکرم رو بفرستم اونجا، به حرف خودش رو فروتن میکنه. امروز ما در حضور خداوند واقعا باید خودمون رو فروتن کنیم. فروتنان، هر کی خودش رو فروتن کنه سرافراز میشه، هر کی سرکشی بکنه سر شکسته میشه. کلام خدایی داره اینو میگه و اینها فهمیدن که توی اونجا، تو اون قوم، تو اون سرزمین، اون قوم یک خدایی دارن، یک معجزاتی دارن. فرستاد. حالا میگه که یهورام اون زمان میگن، فکر میکنم که پادشاه اسرائیل بوده و حالا پادشاه، اسم پادشاه رو نمیگم، خودشون. و اینکه وقتی که یه نامه میفرسته با این همه هدایا با خود نعمان، پادشاه وقتی نامه رو باز میکنه، مگر من میتونم شفا بدم؟ کی گفت تو میتونی شفا بدی؟ ما باید بدونیم که وقتی یک چیزی در ما میبینن، تو کلامت برکت داره، تو قدمات برکت داره، تو دعاها تأثیر گذاره، قره نشیم. یه موقع نگیم نه نداره. خدا داره بهمون اطلاع داره میده توسط افراد. تو داری، شکرگزار باشیم و استفاده بکنیم ازش. و اونجا لباس خودش رو درید، شک کرد، سوءظن پیدا کرد، این میخواد بیاد ما رو جنگ بکنه با ما، دنبال یه بهانه میگرده که من بگم من نمیتونم شفا بدم، حمله بکنه. لباس خودش رو درید، سوءظن، شک، تردید، ترس و اینکه من نمیتونم شفا بدم. تو کی هستی شفا بدی؟ اینی که خدای ما میتونه شفا بده. آمین. و وقتی جامعه خودش رو پاره کرد و اون به قول معروف مسئله رو ایجاد کرد، الیشعی که نبی خدا بودش پیغام فرستاد، لباس تو چرا پاره میکنی؟ چرا ضعف نشون میدی؟ چرا شک داری؟ چرا سوءظن داری؟ بفرست اینجا. میگه ما میخوایم عمل کنیم، خدای ما میخواد عمل کنه. وقتی داره این گونه به سمت ما دیدگاه دارن، ما میاییم از خدامون استفاده میکنیم. خدا میخواد که این اتفاق بیفته. و حالا نعمان با اون خادمینش با اسب و حشم و اینا میره جلوی در خونه الیشع.
چون یک آدم ارتشی بوده، دیسیپلین داشته، مقام و نمیدونم جایگاهی بوده، فکر میکرده الان براش فرش قرمز میندازن، میان جلوی در، خوش آمده هستی، خوب کاری کردی به اینجا اومدی، تحویلش میگیرن و براش عزت و احترام قائل میشن. میگه اصلا بیرون نیومد الیشع، از اونجا پیغام فرستاد 7 دفعه بپر تو این رود اردن و او خیلی ناراحت میشه که چرا تحویل نگرفتم، من خودمو کوچیک کردم، خودمو خار کردم، بلند شدم اومدم اینجا. مگر توی دمشق رود فرفر و ابانه بهترین رودخونه است، تمیزترین رودخونه است، سرشناسترین رودخونه است، اونجا نپریدم تو آب، بیام بپرم اینجا؟ ناراحت میشه، بلند میشه میره. کارهای خدا مثل همون اشعیا 55 هست. کارهای خدا با کارهای ما فرق داره، روش خدا با روش ما فرق داره. اگر یه چیزی رو میشنویم، آیه‌ای رو میبینیم و خدا برای ما یه چیزی میخواد، نگیم نمیشه، خدا بخواد میشه. به گفته های خدا عمل کنیم. و میگه قهر کرد، خشمش گرفت، برگشت. اما خادمینش چی گفتن؟ اگر به تو میگفت 100 دفعه این کوه رو برو بالا بیا، خوب بود که مثلا یعنی یه کار بزرگ ازت خواسته باشه، بگی حتما یه اتفاقی میخواد بیفته. چیز خاصی ازت نخواسته، بپر 7 دفعه تو این رودخونه، لااقل به گفتش عمل کن. کارهای خدا همین جوری ساده است. کارهای خدا انقدر ساده است بعضی موقع ما شک میکنیم، انقدر ساده. و گفتش خب حالا ما اومدیم، حرف شما بیبی نداره، بذار حرف اینا رو انجام بدیم ببینیم جور در میاد یا نه. و به نظر شما 7 دفعه‌ای که اون رفتش توی رودخونه با چه دیدی رفت؟ با ایمان رفت؟ نه، با شک رفت، با تردید رفت، با سوء ظن رفت، با قرقر رفت، با شکایت رفت. من یقین دارم میگم حالا بهتون میگم که اینا همش بازیه، اینا همش الکیه، بابا اینا اصلا بیخوده، بذار این کارم انجام بدم که مچ همتون رو باز کنم. با این دید رفت. این یه بار، حالا هی میمد بالا 2 بار، 3 بار، حتی تا 6 بار. بهت میگه یه دفعه دیگه برم تا بفهمید که همه اینا چرت پرته، همش پوچه. ولی دفعه 7م که از آب بیرون در اومد، میگه بدنش مثل یک بدن بچه شدش، نو تازه. و اون موقع بودش که اومد به سجده افتاد. در این سرزمین خدایی هست که در هیچ جایی وجود نداره و تمام این هدایا رو من به شما تقدیم میکنم. عزیزان، کار خدا دقیقاً اینجوریه. باورتون میشه همین کار نعمان برای من چقدر انگیزه ایجاد کرد. قرقر میکنی بکن، شکایت میکنی بکن، نمیدونم تلخی باش، ولی باش، عمل کن. ما تو سنگر وقتی هستیم خدا عمل میکنه، وقتی میریم چی رو بخواد عمل بکنه؟ وقتی میمونیم معجزات رو میبینیم. و همه هدایا رو آورد که ای الیشع تمام این هدایا برای تو. و دیدیم که الیشع اونجا گفت به خداوند خدای اسرائیل هیچی از تو دریافت نمی‌کنم. شاید ما اینجا نگاه کنیم چرا هیچی نگرفت؟ گفته برادرم روح خدا میاد میگه هیچی نگیر، من کار دارم. آیا همیشه خدا میگه هیچی نگیر؟ نه. عیسی مسیح به شاگرداش 12 تا که رفتن و 70 تایی که 2 به 2 فرستاد، به اونا گفت هیچی با خودتون نبرید، خورد و خوراک نبرید، همه چیه شما رو به شما خواهند داد. همیشه اونجوریه؟ نه. ما ثانیه‌ای باید از خدا بشنویم. خدا هر روز نسخه برای ما می‌نویسه. اونجا به اونا گفت میدم بهتون، اینجا میگه هیچی نگیر، هیچی نمیخوام، چون جلال من باید نمایان بشه. پس به خاطر این ما هر روز کلام میخونیم. نسخه‌ای که خدا برای من مینویسه رو به کسی تجویز نمیکنم، چون خدا اینجا گفته نگیر، شما هم نگیرید. نه، اینو برای من فرستاده، برای اون روز فرستاده، شاید فردا به من بگه بگیر. پس ما امروز میاییم و طبق کلام هر روز از خدا پیغامی که روح القدس به ما میده انجام میدیم. اگر یادتون باشه حدود 2 ماه پیش یه عزیزی از ایران اومده بود اینجا، تو قلبش بود که از کلیسای ما تعمید بگیره. گفتم بابا از ایران بلند میشیم میای اینجا برای تعمید؟ گفت قلبمه که تو کلیسای شما تعمید بگیرم. گفتم خواهر ما به شما برگه نمیدیم، ما خطره، ولی از ایران در اومدی جایی خواستی بریم ما نامت رو بهت میدیم، ما الان بهت نمیدیم. گفت اصلا نامه نمیخوام، من میخوام بیام تعمید بگیرم. خواهر هزینه داره یا اینجا گرونه یا این همه مسیر میای؟ من میخوام بیام تعمید بگیرم.
اومد توی 2 تا کنفرانس‌های کریسمس ما تو 2 تا شهر بودش، با ما بودش، تعمیدش هم گرفت، رفت تو ایران. یه بار انگار رو ما بود، اومدش اینجا انگار یه بار روش بود، میگفت یه میتونستم، شما میدونم با این سختی‌ها داره اینجا کار میکنید، یه کمکی میکردم اینا. حدود 10 روز پیش یه نامه نوشتش که یه مسیج فرستاد، بعد نامه منو بفرستید برای پسرعموم توی آلمان، اون داره اونجا برای من اقدام میکنه. حتما نامه‌شو فرستادیم برای پسرعموش، برگه تعمیدشو به همون تاریخ. بعد گفتش که برادر تو قلبم هستش که این دفعه که حقوق گرفتم یه کمکی کلیسای شما رو بکنم. خیلی هم ما احتیاج داشتیم، خیلی تو این چند وقته. همون جور که احتیاج داشتیم از خدا کمک میخواستیم، همونجور هم خدا به من گفتش به هیچ عنوان از این هدیه قبول نکن. خودش مشکل داره، خودش گرفتاره، خودش فلان. گفتم خواهر به هیچ عنوان ما هدیه قبول نمی‌کنیم از شما، برای خودت خرج کن، برای زندگی خودت خرج کن. و گفت نه واقعا اینو با تمام دل داره میدم، فکر نکنید یه موقع. گفتم اصلا خدا به ما گفته از شما هیچی نگیریم. پس ما نمیتونیم نسخه بپیچیم برای همه که آقا باید این کار عمل کنیم، یا عقلانی یا قلبی. عقل یه جا درست میگه، یه جا اشتباه میگه. دل یه جا درست میگه، یه جا اشتباه میگه. ولی روح القدس هیچ موقع اشتباه نمیگه. همیشه پس با روح القدس باید باشیم. و اینجا به الیشا میگه چی؟ هیچی از این نمیخوام بگیرم. چرا؟ کار دارم. موقعی که اینو روانه میکنه، عوضش اون طرف چی متوجه میشه؟ عوضش اون طرف گفتش که من 2 بار قاطر خاک اینجا رو خواهم برد و تا ابد این خدا رو ستایش و پرستش میکنم. خدایی که اینجا معامله انجام نمیده، خدایی که محبت میکنه، خدایی که فیض داره، این خدا رو تا ابد میخوام پرستش کنم. حالا این داره میره از این ور، خدمتگزار الیشع یه آن نگاه میکنه، ای بابا پادشاست، این همه پول داره، چیزی ازش کم نمیشه. اینم که ارباب منم الیشع نبی خدا، اینم که نگرفت، خب من به این که ضرر نمیزنم، از اونم که چیزی کم نمیشه. آقا یه توته دیگه، یه نفت طلبی دیگه، بریم یه کاری انجام بدیم. بدو دنبال اون دوید. اونم گفت چه خبر شده؟ کسی وقتی روی کار خدا کار نمیکنه، یقین بدونید باید به دروغ متوسل بشه، باید توطئه بچینه، به گناه آلوده میشه، گناه میاره، دروغ میاره. و اصلا کسی که تو مسیر اشتباه رفت، به خاطر این عجله نکن، اشتباه میاره، یه روز برملا میشه. پس ما صبر میکنیم تا خداوند عمل بکنه. اینی که جیحزی میدوه، آره یه چند نفر اومده بودن مهمان الیشع شدن، الیشع گفتش که 3000 تکه نقره بهش بده. 3000 تا 6000 تا بهش میدم، اینم 2 دست لباس، نوکرم میفرستم تازه ببره براتون. و برداشت تا نزدیک میشدن، برد بیا اینجا خالی کن، شما برگردید. کیفم کسی نفهمید. راستم میگه، عقلانی هم بخوای حساب کنی آقا، کسی متوجه نشد که این که من ضرری به نمیدونم شبانم نبی نزدم که چیزی از اون نگه. اینم که او آورده بود همه رو بده، میگه 6000 تکه طلا فقط آورده بود، 30000 نقره آورده بود. 6000 تا نقره اصلا هیچی نیست در برابر 30000 تایی که آورده. پس به کسی ضرر نمیخوره که اینجا من میخوام یه چیزی بگیرم. نفت طلبی. خدا یه زمان میاد بهش میگه بیا اینجا جیحزی، چی کار کردی که تو رفتی اینو گرفتی؟ بگو یه دونه قدم کوچیک من برداشتم، من بابت این قدم کوچیکت بگم آقا عیبی نداره، یه زحمت رو چی کار کردی؟ اونو حتی ارباب تو هم از خونه در نیامد بیرون، نبی خدا از خونه در نیامد بیرون، گفت برو بشور، که نگی حالا ارباب منم من خادمشم دیگه، دستشو گرفتم بلند کردم مثلا. حالا هیچ کاری انجام نشد. چرا طمع کردی؟ چرا اینجا نفت طلب شدی، سودجو شدی و اینی که دروغ گفتی و رفتی این پول رو گرفتی؟ بعد چون ما در بدن خدا هستیم عزیزان، اگر تو مسیر خدا باشیم، یقین بدون که همونی که شما گفتی روح خدا ما رو هدایت میکنه، روح خدا اون لحظه هدایت میکنه. و الیشع صداش کرد بیا اینجا. کجا بودی؟ مثل همون باغ عدن کجا بودی؟ دروغ میاره. هیچ جا نبودی. اون لحظه که اون پیاده شد به استقبالت اومد، من آنجا بودم. آمین. روح خدا ما رو هدایت میکنه. و اونجا میگه جیحزی
هر آنچه که بیماری او بود بر تو قرار میگیره. به خاطر این مسیر مسیحیت عزیزان یک مسیر بسیار پربرکت و بسیار خطرناکه. بسیار خطرناک. با خدا نمیشه شوخی کرد. با خدا اصلا نمیشه شوخی کرد. اگر تجارت بود خدا میگفت آفرین آقا داره تجارت میکنه توی دنیای همه با هم دیگه داره میدوزید، این کلاه اون رو بردار، تو کلاه اینو عیبی نداره. توی مسیر منی اگر باز قدم برمیداری آقا عیبی نداره، اما من و شمایی که توی مسیر خدا هستیم اگر از خدا طلب روزی میکنیم، برکت میکنیم، خدا یه نگاه کنه بگه باریکلا اینجا داره کلیساشو میاد، اینجا مشارکتشو داره، اینجا با خادمین داره کلیسا میره برای بشارت میره، خادمین مبشرین رو تو خونه صدا میکنه، بابا داره یه کاری میکنه. حالا یه چیزی هم میخواد، یه دست به یه چیزی هم میندازه، یه خادمی داره میکنه. ولی اگر هیچ کاری ما تو مسیحیت نمی کنیم و ادعا داریم و حتی به این مسائلش هم نگاه نکنیم، زیرا به کلیسای دیگر رو داره میزنیم، زیرا به شبان دیگر رو میزنیم، ایماندار دیگر رو محکوم داره میکنیم، وای وای وای، اینا تمام توی بدن خدا میبینه. جهازی کجا رفتی؟ هیچ جا. میگه اون طرف از اسبش پیاده شد دنبال تو اومد برای پیشوازت، من اونجا بودم. خدا همه چیز رو میبینه. پس به نام عیسی مسیح خداوند طبق این آیات خودمون رو جای پادشاه سوریه بذاریم. وقتی میشنویم یکی بیماره مثل نومان، محبت رو نشون بدیم. بیا این طلا و این نقره و محبتش میکنه، برو جای دیگه. محبت عمله، محبت بها دادنه. مثل نومان باشیم جایی که فروتن میشه و میره به خاطر اینکه به سرزمین اسرائیل بره، اون قسمتش رو قبول بکنیم، فروتنیش رو. ولی همون شخص جلوی در خونه الیشع غرور و سرکشی انجام میده، اون قسمتش نباشیم. یه جا فروتن، یه جا میخواد سرکشی بکنه، اون قسمت خوبش باشیم و نگاه بکنیم هر جا خوب شدی تا آخرش قرار نیست خوب بشی، شیطان هر آن ممکنه بزنه. مثل غلام الیشع که وفادار بود، اون به عنوان خادمی گرفته بود، ولی یک آن اونجا اشتباه کرد. او همیشه اشتباه نمی‌کرد، ولی یک جا نفطلبی، حسادت یا سودجویی، نفطلبی اونو فرستاد. آدم خوب یه آن خراب شد. پس هر آن احتمال داره که ما بخوایم اشتباه بریم، اون کار رو نکنیم. مثل پادشاه اسرائیل نباشیم که فکر کنیم مگر من میتونم شفا بدم، مگه من میتونم موعظه کنم، مگه من میتونم شبانی بکنم. نه، خدا در ما میتونه عمل بکنه. آمین. با این ایمان جلو بریم و مثل الیشع باشیم. توی همه اینا یه اشتباهی داشتن، ولی الیشع اون رسالت خودش رو انجام داد، نام خداوند رو جلال دادش و اونجا از خدا شنید که چیزی نگیره. اون پادشاه آورده بود سجده جلوش کرده بود نومان و میگفت همه اینا رو التماس میکنم بگیر، ولی صدای خدا رو شنید که نه، من به همون خدایی که میپرستمش هیچی از تو نخواهم گرفت. چرا؟ چون خدا اونجا بهش گفته نگیر. مثل اون دختر اسیر باشیم که اگر توی موقعیت بد هستیم، حتی دشمن ما داره بر ما حکمرانی میکنه، ما دل پر محبت داشته باشیم. ای بانو، سرورم اگر بره تو سرزمین من شفا خواهد یافت. امروز اون دل رو داشته باشیم. خدا میدونه جلال خدا نمایان میشه تو اینجور کارا، و اگر نه بد بودن، منفی بودن، هیچ کاری نداره. من همیشه اینو گفتم. یکی از دوستام یه روز رفتم تو ایران بهش سر بزنم، دیدم دعواشون شده با همسرش و گفت به همین آب خوردن رو برداشت لیوان آب و گفت به همین راحتی زنم طلاق میدم. اعصابم خورد کرده و دیگه نمیخوام باش زندگی کنم. گفتم از این آب خوردنم راحت تر طلاق دادن. مردی بیا برو زندگی تو جمع کن، اون سخته. آب طلاق دادن کاری نداره، 1-2 دقیقه طلاق میدی. از این آب خوردنم راحت تره. و اون خندید به من، بلند شد. الان 4 تا بچه داره، اون موقع 3 تا بچه داشت. خدا میدونه هر موقع میبینمش یا صحبت میکنیم میگه ایمان اون یه دونه حرفت منو زندگیمو عوض کرد. کار راحت همیشه کار شریران است. خراب کردن راحته، آباد کردن، ساختن، بنا کردن، رابطه ایجاد کردن سخته و خدا دنبال کسایی که کار سخت رو انجام میدن. من قطع کردن، ترک کردن. من
بابت همین خدمتی که داریم میکنیم خدا میدونه بارها و بارها خستگی اومده، ضعف اومده، نمیدونم تنهایی اومده، فشارهای مالی اومده، بارها و بارها گفتم دیگه خدا بسته، دیگه نمیخوام. خدا گفت ول کردن کاری نداره، همین الان بگو همه رو جمع کن. ولی موندن، نگاه میکنم 15 16 ماه ما وایسادیم، 15 16 ماه هیچ کس حمایت نمیکنه، 15 16 ماه وایسادیم. خدا میدونه ایستادن این ارزش داره. آمین. به نام عیسی مسیح امروز میخوایم مراسم عشای ربانی رو داشته باشیم. بیاییم صفر صفر. این مراسم بسیار عالیه، بسیار پربرکته، اما بسیار خطرناکه. خدا میگه بیایید و با تمام جان صفر صفر با خدا آشنا کنید، صفر صفر با خدا شروع کنید، صفر صفر. خداوند این بدنت رو دارم میخورم ای خدا، خداوند این خونت رو دارم میخورم ای خدا، به نام عیسی مسیح بزرگترین امتیاز رو میخوام دریافت کنم ای خدا، و خدا مسئولیت بزرگی هم دارم ای خدا. میخوام این رو حفظ کنم، میخوام این پاکی رو، این وفاداری رو، این شاگردی رو، این خدمت رو میخوام حفظ کنم ای خدا. در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم با شکر و سپاس. آمین آمین آمین.